در سنن ترمذی از عبدالله ابن عمر یا روایتی هست، ایشان میگویند که رضی الله عنه و ارضاه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین میگفتند: ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ای الله مصیبت ما را در دینمان نگردان. دعا از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم: ای الله مصیبت ما را در دین ما نگردان. یعنی مصیبت چیزی که از وی راه گریز نیست. مصیبت به همه هر روز کم بسیار می آید، لیکن گفتن که مصیبت ما را در دین ما نگردان. بعد گفتن که ولا تجعل دنیا اکبر همنا، دنیا را هم اساسی ما نگردان. هم و غم یعنی فکر و خیالی بنده شیش خیست، از خواب خیست، شب خواب میرد، فکر و خیالش دنیا. ولا تجعل دنیا اکبر همنا، بزرگترین فکر و اندیشه ما را دنیا مگردان. ولا مبلغ علمنا، دنیا را سد راه علمی ما نگردان. مشغولیت با دنیا شده از علم دور نشویم و این همه این را مصیبتی در دین خواندن. این خاطر رسانی برای طالب علمانی که سالهای طولانی در حجره ها، در مدرسه ها، در دانشگاه ها، در غریبی ها، در حجره ها، در زمان شوروی با یک عذاب و مشقت ها طلب علم کردند، ولی امروز به سبب های گوناگون از کتاب و از کتاب خواندن و از بالای کتاب و از زیر کتاب دور شدند. شاید یک پنده برای آنها باشد.